بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدید به آموزش وصل شدن به اینترنت بین‌الملل. تو این روش قراره ما پروژه نهان رو آموزش بدیم که چطور روی کلودفلار رانش کنیم و برای خودمون و خانوادهمون کانفیگ بسازیم. پروژه نهان خب از اونجایی که معلومه روی کلودفلاره باید بریم قابلیتاش رو بررسی کنیم. تو این پنل نهان ما میتونیم محدوده حجم بذاریم، تاریخ انقضا تعیین بکنیم، دسترسی کاربر رو قطع کنیم، دوباره بازش کنیم، مصرفش رو ببینیم چقدر مصرف کرده، محدودیت بذاریم روزی چقدر مصرف کنه. بعد قابلیت‌های بهتری هم که داره، مثلا داشبورد مصرف رو ببینیم، آنالیز بکنیم که بعد آیدی کلودفلر رو بذاریم با API یا مثلا ربات تلگرامی براش بذاریم. خب اول ما بریم تستمون رو بگیریم. اینه که من کانفیگ ساختم با پروژه نهان. الان متصل پینگم میگیرم و بریم داخل یوتیوب تستش بکنیم. سرعتش رو میتونید ببینید. اگه بخوام فیلمم بیارم کیفیت تا چند مثلا این ویدیو تبلیغ رد بشه کیفیت 4K رو باشه سرعت میاره. سرعت واقعا عالیه. دیگه وقتتون نمیگیرم، بریم به آموزش شروع کنیم. لینک تمام سایت هایی که استفاده شده داخل آموزش هم براتون داخل دیسکریپشن ویدیو میذارم. خب اول از همه به سایت کلودفلار نیاز داریم که اکانت بسازیم. شما میتونید با استفاده از اکانت گوگل خودتون رو گوگل بزنید، ولی من اینجا از ایمیل موقت یا ایمیل فری استفاده میکنم. وارد سایت اتومیک میل میشیم و روی create a free account میزنیم، یه اسم انتخاب میکنیم. این نهان رو میذارم، اشتباه شد. نهان، یک آدرس ایمیل، بازم هم نهان رو میذارم، نهان 100. سابمیت رو میزنیم. اینجا از همون پسورد میخواد که من پسورد ثابت انتخاب کنم. پسورد که وارد کردید کافی رو سابمیت بزنید، بعد دانلود اند ترستد رو بزنید. اینجا باید تایید انسانی رو رد کنیم، اون 3 شکلی که شبیه همه رو انتخاب کنیم. شاید همون شکلی که متفاوته معرفی کن. بله مظبوط. فایل رو بازیابی اکانته واسه اون 12 تا پسورد ما میدیم سیوش کنیم. ردش میکنم. وارد شدن رو میزنیم. بعد الان من اینا رو حذف بکنم. اینجا قسمت رو آیکون که بزنیم میتونیم ایمیلمون رو کپی کنیم. حالا کافی وارد سایت کلودفلار بشیم. روی سایت کلودفلار دش کلودفلار توجه داشته باشید. وارد قسمت ساین اپش میشیم. اینجا من اینجوری وارد میکنم. پسوردم و ساین اپ رو میزنم. داره اسکیپ میکنیم. وارد بخش کامپیوت میشیم. قسمت ورکر اند پیج لیسن ایمیل رو میزنیم. وارد اتومیک میلمون میشیم. رفرش رو میزنیم تا تاییدیه بیاد. بله اومد. دومین تاییدیه که خودمون دستی میزنیم و تایید میکنیم. به همین راحتی وارد اکان میشیم. کافی رو کلید اپلیکیشن بزنیم. استاربیس هلو ورلد رو بزنیم. اینجا خودش یه اسم رندوم میذاره. شما خودتون میتونید اسم بذارید چی دوست داشتید.
رو دیپلوی میزنیم، اینجا رو ادیت کد میزنیم. حالا ثبت میکنیم بیاره بالا. میتونید این قسمت فایل رو بگیرید حذف بکنید و فایل worker.js رو از سایتشون دانلود کنید، یا میتونید هم مثل من وارد پروژه نهان که شدید رو این قسمت مال کدا worker.js رو بزنید. توجه داشته باشید حتما اگه فایل دانلود کردین پشتش رو پاک کنید. اینجا روی کپی میزنم تا پروژه کپی بشه، وارد کلاسور میشم، برمیگردم کد اینجا رو پاک میکنم و کنترل وی میزنم تا پیست بشه. اینجا کافی رو دیپلوی بزنم، جا میگه که سرچ. کافی رو این فلش اینجا بزنیم تا برگردیم. الان ما نیاز به بایندینگ داریم. کافی به بخش کامپیوتر ببندیم، قسمت استوریج اند دیتابیس، دیوان دیتابیس رو باز کنیم، روی کرید دیتابیس بزنیم، اینجا یه اسم دلخواه وارد بکنید، روی کریت بزنید، دوباره برمیگردیم بخش کامپیوت ورکر اند پیج، وارد تنظیمات میشیم و قسمت بایندینگ از بایندینگ رو میزنیم، روی یک دیتابیس باشه، اد بایندینگ رو میزنیم اینجا، وارد برمیگردیم به پروژه. توجه داشته باشید که اینجا گفته باید حتما اینو وارد بکنیم، اینجا وارد میکنیم. این اسمی که اینجا دادیم اصلا موضوعی این باید حتما این باشه. بعد بایندینگ که زدیم ثبت میکنیم که کار انجام بشه. بعد الان کافی رو ویزیت بزنیم. بله میگه که بالا اومد، ولی خب الان ما باید وارد پنل بشیم. بعد سایتمون رو اینو باید ادیت بکنیم. کافیه برگردیم به پروژه، به ما گفته که این قسمت رو بهش اضافه بکنیم. الان کافی من اینتر بزنم. بعد اینه که وارد پنلمون شدیم. الان کافی اینجا کلید پیش‌فرضم ادمینه، میتونید عوضش هم بکنید. وقتی عوض کردم قبل از اینکه تایید بکنید، حالا من فراموش کردم بگم، قسمت که بیارمش بالا، این قسمت رو ادمین میتونید اینو پاک کنید، هر چیزی که دوست داشتید رو بذارید جاش، بعدش دیپلوی رو بزنید. همین راحتی. برگردیم به پنل. ادمین رو من مینویسم، ورود به سیستم میزنم. بله وارد پنلمون شدیم. این دقیقا همون آدرسیه که ما میتونیم باش کانفیگار رو وارد بکنیم. کافی بریم قسمت تنظیمات پایه، تنظیماتی که من میگم رو انجام بدیم. اینجا هم میتونید تنظیمات کلید ورود به پنل رو هم تغییر بدید. این قسمت شناسی یک تا روی جنرال آیدی بزنید و ذخیره تنظیمات رو بزنید. ثبت تا سایت دوباره وارد بشه. میریم قسمت پیشرفته. اینجا اگه آی پی تمیز داشتید وارد میکنید. من اینجا از سایت اسپید تست استفاده میکنم. این قسمت هم اگه پروکسی آی پی خواستید برای اینکه آی پی ثابت بشه، میتونید وارد این پروژه بشید، پروژه پروکسی آی پی. من رفرش بکنم. اینجا پروکسی آی پی روزانه قرار میده. من از آمازون استفاده میکنم، همین اولی یا دومی میزنم، فرقی نمیکنه. قسمت پروکسی آی پی چکر به این پروژه که وارد شدید لینکش براتون میذارم، اینجا وارد میکنیم، استارت آنالیز رو میزنیم تا بهمون بگه که مثلا پروکسی آی پی کار میکنه. مثلا اگه پروکسی آی پی مشکل داشته باشه بهمون ارور میده. بله میبینیم صفحهش بیاد. توجه داشته باشید پورتش هم باید حتما 43 باشه. برمیگردیم داخل این قسمت، داخل پنلمون وارد میکنیم، دو نقطه میذاریم، پورت 443 هم جلوش مینویسیم. تا اینجا مشکلی نداره. اینجا میتونید توکن ربات خودتون رو وارد بکنید وارد تلگرام که جزئیات پنل براتون ارسال بشه داخل تلگرام، آیدی عددی خودتون،
اینجا همچنین آیدی اکانت کلودفلارتون وارد کنید، توکن کلودفلارتون رو وارد کنید. برای اینه که نشون بده مصرف روزانه کاربر از 100,000 تا چقدر. الان که آی پی تمیز رو وارد کردیم، آی پی جایگزینی هم پروکسی آی پی هم زدیم، رو ذخیره تنظیمات میزنیم. تنظیمات با موفقیت انجام میشه. الان کافیه این لینک رو کپی کنید و وارد ویتوری بکنید و من قسمت کاربر که این بخش هم بهتون نشون بدم، مثلا نام رو انتخاب بکنم. این قسمت میگه که کلا در مجموع کل استفاده ها چقدر کاربر بتونه استفاده کنه. مثلا ما میگیم 300,000 تا. این قسمت میگیم روزانه چقدر بتونه مصرف کنه. روزانه مثلا براش میذارم 20,000 تا. این یعنی چی؟ یعنی روزانه 20,000 تا استفاده میتونه بکنه. کلا در مجموع مثلا چند روز بهم میگذره تا این سقف 3,000 تا رو پر کنه و اشتراکش بسته بشه. تاریخش هم 30 روز میزنه. حالا خودش هم اگه بخواید نامحدود باشه خالی بذارید. افزن این کاربر رو میزنم من. کافیه روی لینک این قسمت بزنید تا کپی بشه. وارد ویتوریمون میشیم. قسمت روی کانفیگوریشن اولین گزینه رو میزنیم. ما ساخته شد. رو سابسکریپشن گروپ میزنیم. آپدیت کرنت سابسکریپشن ویزاوت پروکسی میزنیم تا کانفیگش بالا. الان ما میخوایم بهش متصل بشیم. میبینید که با موفقیت متصل شدیم. من برای این استفاده کردم از speedtest.net چون پینگ کمتری میره. اگه بخوام نشونتون بدم، من قسمت پیشرفته، قسمت اگه من پاک رو کنم، ذخیره رو بزنم، پروژه خودش آپدیت میشه. الان کافه دوباره آپدیت بکنم. میبینید که اومد روی دامنه خودم. پینگ رو ببینیم، مثلا اونجا 90 میگیره که الان داریم 100 میگیریم، ممکنه 114 بگیریم. اینا و همین راحتی ما تونستیم بسازیم. اینم کلش بود، اصلی بود. اینم خودمون ساختیم این یوزر. امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. تست یوتیوب دیگه هم باش بریم. فصل بشیم اول. بله میبینید که با صورت خوبی بالا میاد. من اصلا فیلم انتخاب بکنم. میبینید که با چه سرعتی سریع بالا. امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید. من کانال تلگرامی پروژه نهانه، میتونید جوین بشید. و اینکه فراموش کردم بهتون بگم، قسمت پروژهش رو وارد شدی حتما بهشون ستاره بدید تا حمایت بزرگی ازشون کرده باشیم، اینو آپدیت بدن و پیشرفت بیشتری. خیلی ممنون که تا اینجا آموزش در خدمت ما بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.